دلار 193 تومن، طلا 18800. ساعت 12/7/5405. دوستان خدمتون عرض کردم اخبار باعث افزایش قیمت یا کاهش قیمت ها میشه. دلار رفته بالا، طلا رفته بالا به تب، خودرو هم میره بالا. پس گفتم بخرید کفسازی، نخریدید، باور نکردید، الان ضرر میکنی. موقعی که یک کارشناس بهتون میگه بخرید الان وقتشه، شما فکر میکنید به خاطر جیب خودش میگه. نه عزیز من تجربه بازار دارم. من 20 سال بازاری هم، 5 سال توی خودرو هستم. تحلیل های بازار رو به هر حال رصد میکنم. بی فکر بازاری نبودم، بازاری به قول ما همینجوری نبودم. فکر بوده پشتش. به هر حال تحلیل کردم، بررسی کردم، اخبار رو دنبال میکنم. اخبار دیشب که عربستان و آمریکا به عراق حمله کردن، تازه شروع کرد دلار ما رو ببره بالا و حالا خواهیم دید چه عددهایی که میبینیم. دلار روی 200 رو رد میکنه، 210 هم شاید رد کنه، طلا هم 20 رو رد میکنه. خدمتتون عرض کردم بخرید. کفسازیه. کفسازی توی خودرو معنیش با کفسازی توی دلار فرق داره. نوسان دلار باعث کم و زیاد شدن خودرو در حد 5 تومن، 10 تومن، 20 تومن میشه. اون موقعی که من بهتون گفتم پریروز، هفته قبل گفتم بخرید، کف بازاره، نخریدید، الان حالا باید بیا گرونتر بخرید. خدمتتون عرض کردم که کفسازی کفسازی کفسازی، بخرید. شما اومدین توی کامنت ها به من حرفای دیگه زدید، توی دایرکت به من حرفای دیگه زدید، در صورتی که الان دارین نتیجهشو میبینید. من گفتم که کفسازیه، قبول نکردید. پس الانم دارم خدمتتون میگم اگر نخری فردا باید گرونتر بخری، فردا نخری پس فردا باید گرونتر بخری. دلار 200 رد میکنه، طلا 20 رد میکنه. حواستون به دارایی هاتون باشه. داراییاتون رو به حراج نذارید. حواستون خیلی باشه. دوستان آینده خودرو هم افزایشیه. حالا چه عددهایی میبینیم نمیدونم، ولی فعلا توی افزایشیم. تا جایی که خدمتون عرض کنم دیگه توقف کرد و شاید حالا مثلا بعدش دیگه میدونیم بعد از هر افزایش یک کاهشی هم هست، یک کفسازی دیگه هست. کفسازی این سری تموم شد، رفتیم توی افزایش. دوستان عزیز ما رو دنبال کنید. ما هفتگی، روزانه بعضی مواقع تحلیل میکنیم بازار رو به وسیله تجربه‌ای که توی بازار هست و به وسیله دوستان گلی که داریم. در خدمتتون هستم. موفق باشید.